شما یکی از منتقدانی بودین که در گذشته ها، در نظام های گذشته بیشتر خود را سانسور نکرد. چه فشاری بود که بالای شما اعمال شد و شما نخواستین با رسانه ها صحبت بکنین؟ آره ببینین، آدم حقیقت که بگه باز دوستا تبصیره و تحلیل عجیب و غریب میکنن. صادقانه طالبا برای من گفتن که شما هر چی که دلتان میخواد که برآمدین بگین، ولی خواهش میکنیم حقیقت بگین. حقیقت اینمیست. ما کارهای مثبت طالبا را هم تایید میکنم. مثلا خانه تکانی بزرگی که در افغانستان صورت گرفت، این همه عناصر فاسده، این همه عناصر چپاولگر، این همه عناصر قطاع الطریق است، خوب صحیح درس دادن. این بسیار کار مهم است و کار با ارزش است در تاریخ افغانستان. شما از افغانستان مانند سایر مسافرین یا سایر شهروندان عادی خارج شدین و اینکه تدابیر شدید امنیتی یا اینکه با احتیاط از افغانستان بیرون شدید؟ نه، اونا هیچ چیز نگفته بودن که شما میتونین افغانستان را ترک بگین. رهایی شما چگونه صورت گرفت؟ آیا بین شما و طالبان کدام تعامل و یا توافقی صورت گرفت که بر اساس از او از زندان شما رها شوین؟ قطعا هیچ چیزی را انصافا برای ما به نام تعامل و معامله و این گپا پیشنهاد نکردن. بسیار برخورد خوب کردن، بسیار پیش آمدشان با ما پیش آمد انسانی بود. حتی در کتابخانه شان بردن، مرا نشان دادن، با وجودی که من زندانی بودم گفتن بیا ببینین ما کتابخانه داریم، اما سر ما فشار نبود.